تو این بخش از نرم افزار صرافی و حواله‌داری زهیر به بخش لیست حواله ها میرسیم که ما اینجا میتونیم لیست های حواله خودمون رو مشاهده بکنیم. مثلا لیست امارات میزنیم، میگیم انواع حواله میتونیم انتخاب بکنیم، ولی میگیم کلا امارات رو بیار. میاد اینجا به ما نمایش میده. این اسمهای اصطلاحاً پیش‌فرضه. خب می‌بینیم اطلاعات ردیف، تاریخ، شماره فرستنده، گیرنده، اسم مشتری، مبلغ حواله، نوع کرایه، نوع مبلغ، مبلغ دریافتی، تطبیق، وضعیت و غیره. جزئیات هم اینجا می‌بینیم. خب انواع جستجوها رو میتونیم انجام بدیم بر حسب نوع حواله. آمد یعنی از طرف یک کشور به مثلا کشور مبدأ به مقصد میره. رفت از مبدأ به مقصد میره. میگیم رفت چند تا داریم، میگیم اینا رو داریم. مثلا میگیم دانمارک چه چیزایی داریم. دانمارک فعلا نداریم. میگیم که سر پل برای اخوان نداریم. انگلیس ببینیم داریم. بعد بله انگلیس کامل داریم. خب بریم حواله فروش یا حواله رفت. حواله رفت یعنی از یک کشور به کشور دیگه میره. نام ابتدا تاریخ ثبت و انتخاب، نام نمایندگی مثلا میگیم که انگلیس برش، فرستنده زهیر سفری، گیرنده محسن سفری. خب نوع حواله تومان، افغانی، دلار. ما میگیم نوع ارز میگیم مثلا دلار باشه، مبلغ $1000، نرخش مثلا 1000 و مثلا 400. مثال هستش. خب اینو کار نداریم فعلا. مبلغ اجرا شود کیه صاحب حساب، میگیم زهیر سفری 2. خب این اطلاعات براش میاد و اینجا میبینیم که اصلا دلار هم نداره. پس این است. خب من ثبت حواله جدید میزنم و اوکی شد. حواله با موفقیت ثبت شد. حواله آمد یعنی چی؟ از یک کشوری به کشور دیگه میاد. یعنی از کشور مثلا انگلیس وارد ایران میشه. دقیقاً هم مثل همین. فقط فرستنده و گیرندش فرق میکنه. این از این. توی حواله ها ما یه بخشی داریم به نام ثبت نرخ معیار که اینا حالا فعلا چیز خاصی نیست و بعداً توضیحاتش رو میدم. فقط اینجا ما میتونیم ارزهای خودمون رو برای اونها یک نرخی تعیین بکنیم. هر ارزی که شما در حالا توی بخش تنظیمات توضیح میدم که ارزهای خودتون رو میخوایم تعریف بکنیم توی این بخش، میتونیم یک نرخ معیار براشون بذاریم که بحث تقسیم و جمع و غیره هستش. مثلا الان اخوان 75 شده، میگه اخوان جمع بشه نرخش 75. حالا این مباحث رو بعداً توضیح میدیم. بعد حواله دیگه چی داریم؟ وضعیت نمایندگی داریم. اینجا ما میتونیم وضعیت نمایندگی ها رو مشاهده بکنیم. مثلا نمایندگی پاریس رو میبینیم، انواع جستجو رو داریم. حالا من فیلتر رو میزنم پاریس رو من نشون بده. ببینید این وضعیت نمایندگی پاریس رو به ما نشون میده. ارز معیارش هم تومان هستش. خب این از این. حالا انواع جستجو رو هم میتونیم بر حسب تاریخ اینجا اعمال بکنیم. این بوده از بخش حواله ها.